بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ألف لام ميم الله میفهمد به معنای ازی حروف الله لا اله، الله آن ذاتی است که نیست معبود بر حق الا او مگر فقط الله است. الحی و القیوم همیشه زنده است، القیوم متصرف است، قائم است به بالای هر نفس. نزل علیک الکتاب، نازل کرده الله به بالای تو کتاب ای پیامبر بالحق، به خاطر اظهار حق و راستی باطل نیست. مصدقا لما بین یدیه، موافق است کتاب در رسول و لما بران کتابای بین یدیه که پیشروی ازی است، تورات انجیل. و انزل التورات والانجیل، نازل کرده بود الله در گذشته تورات انجیل را من قبل و پیش از قرآن. هدى للناس، هدایت بود از برای انسانای امو زمانه. و انزل الفرقان، و نازل کرده بود فرقان را. ان الذين كفروا بآیات الله لهم عذاب شدید، بدون شک کسایی کفر کردن با آیات الله برایشان عذاب دردناک سخت است. والله عزیز ذو انتقام، الله غالب است، صاحب انتقام است. این سورت هم مدنی سورت است. اقرأ الزهراوین، بخوانین دو سوره را که زهراوین است. زهراوین یعنی روشنی دهنده است در روز قیامت. سورت بقره، سورت آل عمران، در فضیلتش حدیث بردوش است. و این سورت بعد سورت انفال نازل شده، زیرا در سورت انفال واقع جنگ بدر، در این جنگ احد است. جنگ احد در سال 3 هجری صورت گرفته، جنگ بدر در سال 2 هجری صورت گرفته. در یکی جنگ احد واقع شده بود که صورت بعد از جنگ احد نازل شده. الله از او حالات یاد میکنه. دیگه سبب نزول از صورت، وفد نجران یک جماعت از گروه نصرانیا 80 نفر بودن آمدن، کلانشان ایهم نام داشت و با رسول الله مناظره کردند که دین ما حق است، نصرانیا عیسی ابن الله است، فرزند الله است، جزش از عیسی علیه السلام گفتن. الله اینجا واقع عیسی علیه السلام عقیده توحید بیان میکنه، رد میکنه به بالای نصارا، ردش به بالای نصارا است. در این صورت ارتباطشان با سوره قبلی است که در سورت بقره رد بود به بالای یهود، در این صورت رد به بالای نصارا است، به بالای عقاید، افکار و اعمال قبیحشان که شما به دین الله نیستین، دین خدا تحریف کردین، تغییر دادین، بیدین شدین، بیدینی را شما دین میگین. الله رد میکنه و تفصیل است. بعضی الفاظ اجمالی که در سورت بقره بود در اینجا الله تفصیلی بیان میکنه. موضوع محوری از این سورت اثبات عقیده توحید و نظام توحید. 4 اهداف بزرگ که در سورت بقره بود، توحید، رسالت، قتال یا جهاد و انفاق در ایام است. اثبات عقیده توحید با رد شرک یهود نصارا، هر دوش رد میکنه، ولی تفصیلی نصارا را رد میکنن. 80 آیات در ارتباط رد نصارا آمده. نجران یک مکان بود، از اونجا آمده بودن. رسول الله که از اونا که مناظره کرد، باز اونا را گفت بین خیلی مباهله میکنیم. مباهله ای که دعا میکنیم یا الله هر کسی که ناحق است الله ای را هلاک کنه، ولی او حاضر نشدن. اونا با مباهله حاضر نشدن. گفت می دعا میکنیم که یا الله هر کسی دینش ناحق است هلاکش کن. بیا خدای مثلا قبول میشد. اونا فهمیدن که اگه بیم هلاک میشیم، نامدن که مثلا مباهله نکردن. در این صورت دعوت به مباهله هم است. مباهله ای که دعای هلاکت با کسی که مخالف است، ناحق است، بیدین است، دعای شر با بالایش میکنیم. مثل که یک مولوی صاحب میگه مینی اسلام اسی عقیده، میگه نیست، میگیم بیا خیار کسی حق است یا الله او را نجات بده، کسی نیست همینجا هلاکش کن. اینی را میگه. و در این صورت باز بعضی اشتباهاتی که صحابه شده بود در جنگ احد همین احکام بیان کرده میره. آخر از این صورت هم به دعاها است. آخری صورت هم به دعا بود، ربنا لا تؤاخذنا. آخر از این هم چی است؟ دعا است که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اینم بسیاری سوره ها دیگه
سوره های زیباست، احکام هم دیگه تماما احکام است، احکام فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، همه سیاست داخلی، سیاست خارجی دو سوره هم بود، دیگه هم است. این دو سوره دیگه سوره های نظام است، نظام حکومتداری، نظام اقتصادی، نظام خانوادگی، بسیار یک صورت جامع است. و یک نام دیگه از سوره یکش آل عمران است، واقع آل عمران بیان میکنه که مریم مادر عیسی علیه السلام، یحیی، زکریا مادر مریم، ایرا مردم عبادت میکرد، خصوصا عیسویا یار خدا میگفتن این مظهر الوهیت است. دی الله رد میکنه که اینا خانواده عاجز بودن، بنده بودن، عبادت اطاعت میکردن. اینا شما خدا جور نکنین، شما جاهلا اله جورشان نکنین. و دیگه این که یک نامشی دیگه نامشی سورت استغفار، طلب مغفرت، زیرا دی بخشش از مغفرت. سورت معینه، مدد کننده، فضیحه، رسوا کننده یهود نصارا، بیخیر اعمالشانه، عقایدشانه. و سابق که بودن بسیار آدمای نیک بودن، اولیاء زاده و نبی زاده و پیامبر زاده و ایتو ما خاندان نبی هستیم، ما با الله نزدیک هستیم. حتی میگفتن نحنو ابناء الله و احبا، ما بچهای خدا هستیم، ما محبوبایش هستیم، فرزندایش هستیم، ما خاص هستیم. الله میگه شما که کافرای بدتر در روی زمین نیست، جای شما در آتش است. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. حال شما اهل کتاب هستین ولی در آتش جهنم می باشین، خالدین فی همیشه می باشین. اولئک هم شر البریه، بدترین مخلوق روی زمین هستین. بدترین ها خدا بهترین معرفی کرده بودن، الله رسوایشان کرد. فضیحه میگه یک نام میذاره، نجات از مار و چیزای مضر. و خب بعضی احکام میشه یکی صورت های مدنی که بسیار کلان است. دیگه رکن عقیده، اقامه توحید با دلایلش عقیده را بیان میکنه، تشریع قوانین را بیان میکنه، خصوصا در جهاد فی سبیل الله، نبوت را بیان میکنه، اثبات صداقت قرآن، رد به سوالاتی که اهل کتاب در اسلام سوال کرده بود، ارتباط پیامبر و اسلام، این را جواب میده. دیگه در اون صورت از یهود یاد شده بود، الله حقایق از اونا را بیان کرد، نیتایشان را بیان کرد، فسادایشان. یهود خوبیخی رسوا کرد، نه در سر چی کارهای گناه نبود کرده بودن. در این صورت اهل کتاب نصارا را رسوا میکنن که عیسی را اله جور کردن، انبیا را انکار کردن. نیم صورت با بالای رد نصارا است، نیمش در ارتباط جهاد است. و انتقادهایی که داشتن، اعتراضاتی داشتن. قدرت الله در اون وقت در مدینه یهود نصارا همی کافرها بودن، مجوسینا. این کافرهایی است که تا قیامت همی هستن. الله تو سوره نازل کرده در اون وقت. اگر که نماینده کم بود مردم، ولی از این کافرهای فعلی کلش بودن که الله میفهمید تا قیامت این مردم ها هستن. اینا لمی سوره را که بیان میکنی فکر میکنی که اینمی حال آمده، اینمی وقت آمده، یعنی 1400 سال پیش آمده. ولی همون کافرهای 1400 سال پیش فعلا هم هستن. همون کافرها، همون عقاید کفری، همون اعتراضات مشابه از او حالی هم هست. و دیگه ای که یهود نصارا با دیگر دشمن هستن. و دیگه در بخش احکام الله فرضیت حج بیان میکنه، جهاد، ربا و سود، مانین، زکات حکمش بیان میکنه. غزوه احد، غزوه بدر در اینجا الله یاد میکنه. منافقین بعضی صفاتایشان بیان میکند. و سوره در آخر ختم میشه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. در فضیلتش نواز بن سمعان می سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول، از رسول الله صلی شنیدم که میگفت یؤتی یوم القیامت بالقرآن و اهلی، در روز قیامت قرآن و اهل قرآن، الذین کانوا یعملون به. سبحان الله. اهل قرآن کیست؟ آورده میشه در روز قیامت قرآن و اهلش کسایی که عمل کردن به قرآن. عمل خب بدون علم نمیشه، یعنی علم و عمل. اینا آورده میشن، تقدمهم سوره البقره، می سوره بقره پیش است، آل عمران پیش، برای شکل داده میشه، مجسم میشه. اونا پیش است، اینمی کسایی که به این عمل کردن اینا از پشتش میره.
واسه در جنت داخل میشن اینا پیش از یعنی هر مصیبت عذاب که میاد اونا دفع کده میرن. سبحان الله. قیامت سخت است. اونا دفع کده میرن. نه یک مثالش دارم بود بگیم خوب مثال نبود نمیگم. یک مثالش که یک خطر باشه همین تانگایی که مثلا چی هست یک مثال آسانش هم یادم آمد که میره مین است میگن این تانگای زده مین پیش میشه اگر پرانم پوزکش میپران استاد میشه. سورت بقره خب هر مصیبت دور کده میره همین صاحب خدا در جنت میبره. میگه علم عمل خب قرآن اهل قرآن باشی. صحابه اهل قرآن بودن. خب ما شما چرا خراب هستیم اهل قرآن نیستیم. یکی خواجم هستیم یک مصیبت ما دیگه قرآن نمیفهم دیگه یک فساد است که گناه است دی بیرون میری که اسباب گناه زیاد است غفلت توی فامیل ما خوب نیست پدر خوب نیست مادر خوب نیست ماما و کاکا و قوم دکان و اینی کلی فسادات تاثیر میکنه سر انسان. شیطانای انسی شیطانای جنی داخل خانه هم بر مصیبت از بیرون قرآن هم نمیفهمی بسیار مصیبت است فتنه است. به می خاطر اونا که بودن پدر مسلمان قوم خیش در بین کسایی بودن کلش اهل توحید کلش اهل قرآن و قرآن هم میفهمن. قرآن به زبان خودشان یه عربا قرآن نمیفهمن قرآن برش بیان کوچ عربی را یاد داره قرآن یاد نداره. اینا اونا بسیار چیز بودن و فضا هم ایمان فضا هم عمل. میگه ما شما فضای ما خراب است محیط ما ماحول ما قرآن هم نمیفهمیم نمیشینیم ما پدرم خراب مادرم وسوسه میکنه اینی دیگه ما شما رو خراب کنه. قوم خیش هم خراب قوم خیش هم غیر از ملامت کده میره. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص به مدد ذات الله یا نام الله الرحمن که هم رحمت کننده است در دنیا نعمتهای خدا به کافر مومن میته. الرحیم خاص رحمت کننده است که در آخرت نعمتها را فقط به مؤمنینی که عمل کردن به قرآن میته نه به کافرها. الف لام میم. خب سبب نزول شام خب ما براتون گفتم که چی بوده که وفد نجران آمدن سوالات کردن رسول الله سلام کتشان مناظره کرد و این حدیث هم روایت ابن کثیر و غیره آوردگی است. جماعت نجران یا نصرانی ها بودن. الله در با چند 400 تقسیم است. سه اولش تا آیت 63 است باب اولش 17 آیت است. در اینجا عقیده توحید بیان میکنه ورد شدید در اول با بالای نصارا 80 آیت اولی کلش به عقیده نصارا است رد میکنه و کسی که مشابه عقیده از اونا باشه در مشابه عقیده نصارا فعلا بسیار کساست. باش که مناظرش براتون بگم اینجا روایت آورده مفسرین نزلت هذا الآیه فی وفد نصارا. وفد نصارا جماعت نصارای نجران و کانو 60 راکبا 60 سواره بود فیم 14 من اشرافهم 14 نفر بزرگا بود 60 سواره بود 3 منهم اکابرهم و 3 نفر کلانایش خوب کلان 14 نفر رئیسا با در 14 3 تا کلانا مثل که میگه اینی ری سفیده است خب کلان از یا کیست اینی 2 3 تا کتاست کتا کیست خب کلان فرمان روا ملکا کیست اینی فلانیست ارباب کیست میگه اینی اربابای ماست 3 نفرشان خب چی نام داشت این 3 نفر عبدالمسیح یکیش عبدالمسیح تو کافر بود خب کتا کافر کلان جور کرده بودن عبدالمسیح بنده مسیح مسیح عیسی علیه السلام میگه مثل عبدالعیسی که بگویی خب عبدالمسیح نامش بود عبدالله نبود ما شما عبدالله عبدالرحمن عبدالمحمد شرکی است مثل که عبدالمسیح است عبدالاحمد عبدالحسن عبدالحسین عبدالنبی کل شرکی است عبدالرسول مثل که از امی استاد سیاف نامش عبدالرسول بود تنهی شرکی نام است مثل عبدالمسیح است عبدالرسول عبدالمسیح چه فرق داره عبدالمحمد محمد هم نام خاتم نبی عبدالاحمد عبدالنبی نه گفتن تغییر بده باز گفت عبدالرب رسول سیاف رسول شو نکرد خب رسول سیاف این تو نام خدا ما خب که نام خدا تغییر داد باید تغییر بده هر انسان نامای بده عبدالعباس بزاره نه عبدالعباس خب امیرشان چی بود
الایهم بود، مشیرشان ابو عرصه، حبرهم و کلان عالمشان بود ابو حارثه ابن علقمه. فقدموا على النبی صلی الله علیه و آمدن پیش رسول الله فتکلم. نجران آل یک ولایت است خود در سعودی، اینا در اونجا زندگی میکردن. فتکلم منهم اولئک الثلاثه، همین 3 نفر به امرای رسول الله هم گپ زد. 80 نفر هستند دیگه، چیزی بالاتر. خب 60 دانه سواره دیگهشون هم تو می آمدن، پیاده بودن. 3 نفرشون به امرای رسول الله هم گفتن ما آمدیم که تو مناظره کنیم، تو دین نو آوردی، ما دین ما سابقه است، دین ما را میخوای از بین ببری. گفت چی میگن؟ تارتان گفتن عیسی هو الله. گفتن شما عیسی را چی میگن؟ گفتن الله است. خود می اللهی که در آسمان می عیسی بود. عیسی الله در عیسی حلول کرد، باز آمد. مثل که آب در شیر پرتیم شیر میگرده، نه؟ همینطور. اینمی زرد است، نه؟ یک ذره آب بیار دای پرتو همو تو اینمی چای میگرده ما نه؟ میگه الله آمد در وجود عیسی داخل شد، عیسی خودش اله بود. الله در قرآن میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح. بدون شک کافر شد کسایی که گفتن الله هو الله المسیح، مسیح است. کافر شد. حالا بعضی صوفیای گمراه پیرا میگن که الله در وجود ما داخل شده، ما الله شدیم. یعنی اصلا نمیال زیاده، در کابل آمد در جای است، در ولایت هم پر است. ما خودم میگه اله هستم، تو خود نیستی انسان. میگه الله میجه داخل شده در وجود ما. این کفر است، عقیده که وجود داره. یکی چرا؟ دلیلش چیست که الله میگه لانه کان یحیی الموتى، این مردار زنده میکرد. کی میتونه میگه مردار زنده کنه؟ اگر اله نمی بود چطور مردار زنده کرد؟ عیسی را گفتن. حالا الله در قرآن میگه که مرده زنده کردن این معجزه بود با حکم الله. و تارتن هو ابن الله. دیگه باز گفتن که رسول الله هم ردش کرد، باز گفتن نه بچه الله. سعی کوی گدودی را سعی کو. یعنی کسی الله باشه با فرزند چطور شده؟ هم پدر هم فرزند امکان نداره. کسی هم پدر باشه و هم فرزند شه. فرزند که شد خب باز الله پدرش میشه. این گدود است. همی علما میتور هستند. چند گروه هست. گفت نه فرزندش است. چرا؟ لم یکن له اب، زیرا گفتی پدر نداشت. و پدر که نداشت فرزند کیست؟ از الله شد دیگه. به پدر از انسان ها گفت نداشت، فرزند الله شد. او را که سرشان رد کرد باز گفتن که مثلا گفت آدم علیه السلام بچه الله است. ایران بگوین. چرا بگویم؟ گفت هم خب پدر نداشت. یا ایران ماندن. گفتن خیلی از یام تیر میشیم. خود چی میگن؟ گفت که ثالث ثلاثه، یکی از 3 خداست. یا خدا الله، دوم مریم، سوم میشی. چرا؟ دلیلش چیست؟ لقولی تعالی فعلنا و قلنا. الله جمع میگه ای تو کردیم و قلنا گفتیم و جمع کلمات جمع استعمال کرد. ولو کان واحدا لقال فعلتو و قلتو. اگر الله واحد می بود میگه ما کردم ما گفتم. چرا میگه ما کردیم ما گفتیم؟ نیتو. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و گفت الستم تعلمون، آیا نمیفهمین شما ان ربنا حی، رب ما حی است، خالق ما، لا یموت، مرگ نمیاد، هیچ مرگ نمیاد. نمیفهمید؟ و ان عیسی یموت، و عیسی مرده. تو دلیل و خودش عقیده دارن که عیسی مرده. شما نمیفهمین که الله که هیچ مرگ نمیاد. فتوکل علی الحی الذی لا یموت، این خود مرده. قالو گفتم بله قبول داریم. همیال هم عیسوی عقیده دارن که عیسی 1-2-3 روز مرد بعد رفت آسمان. 1-2-3 روز میگن مرده بود باز زنده شد رفت. خب بازی ها چی میگن؟ مثلث هست. این توی مثلث الله، این توی چیز است، اینی الله است، این عیسی. خود چطور اگر الله که میسه را میگن خدای پدر پسر روح القدس یکیست، امی یکی یک حصهش یک بدنیش مرده، میگه یک بدنیش مرده بود، یک دیگر جزء زنده بود. این سوالا را هم جواب داده نمیتونن. بعد از رسول الله هم برشان گفت که خب گفتم بلا. قال لستم تعلمون انه لا يكون له ولد الا ويشبه اباه. آیا شما نمیفهمین که نمی باشد برای الله
اولاد مگر لا یکون ولدون، هیچ اولادی نمی باشه مگر مشابهت با پدرش داره. شما نمیفهمید؟ میفهمید؟ قالوا بلا. قال لستم تعلمون ان ربنا قائم على كل شيء، رب ما به هر چیز قائم است، یعنی به بالای هر چیز قیوم، به بالای انسان هر چیز است. یکلو و یحفظ و حفاظت میکنه و یرزق رزقش میته هر چیزه. فهل یملک عیسی شیئا من ذلك، آیا عیسی اختیار داره که هر چیز رزق بته و بالای هر چیز باشه؟ قالوا گفتن نه. گفت عیسی قدر زور نداره مثل الله. گفت خیلی چطور شما ایره فرزند الله میگین؟ بچه خو مشابهت داره با پدر، کاری پدر میتونه بچه میتونه، حتی بچه از پدر کنه بسیار چیز میباشه، خوب میباشه. قال الستم تعلمون ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض، آیا نمیفهمین که الله پنهان نمیشه به هیچ چیز در زمین و آسمان؟ یا گفتن میفهمیم. فعل یعلم عیسی شیئا، عیسی میفهمید آنچه که در آسمان و زمین است؟ قالوا لا، گفتن نه خو عیسی علم نداشت. گفت چطور خیلی شما گاهی میگن الله گاهی میگن فرزندشم؟ قال فلستم تعلمون، نمیفهمین شما که ان ربنا لا یاکل الطعام، رب ما نان نمیخوره ولا شراب ولا یشرب شراب، آب نمینوشه؟ نمیفهمین؟ ولا یحدث الحدث، دیگه برش چیز نو پیدا نمیشه. و ان عیسی کان یطعم الطعام، عیسی خو غذا میخورد. عیسی و یشرب الشراب و یحدث الحدث، دیگه تشناب میرفت و رب ما خوی تو نمیشه. قال گفتم بلا قبول داریم. خود چه قسم گفت میگن که این الله یا فرزندش هست؟ نه، فرزند خب مثل پدر میباشه، پدر نان نمیخوره یا نخوره، و یا میفهمن که عیسی نان میخورد، عیسی آب مینوشید، عیسی میرفت قضای حاجت. فقال سوسن فکیف یکون کما زعمتم، چگونه ای گمان شما ادعای شما صحیح است که میگن اله مثل الله یا فرزندش است؟ فسکتو، سکوت کردن، جواب نداشتن. و ابو، انکار کردن، الا الجحود، مگر انکار، یعنی حق فهمیدن قبول نکردن. فانزل الله من اول سوره، از اول سورت الله روان کرد الی 89 آیه، تا 80 چند آیت الله در ارتباط از اینا را. و ای طور تنها خاص یار نمیگه، هر کسی که می صفت داره می عقیده داره کلش در کفر داخل است. باز الله دیگه خود معرفی کرد. الف لام میم یعنی الله عالم است به معنای از حروف. الله عالم است به معنای از حروف. یک معنا، دیگه معنا الف لام میم چی است؟ قرآن کتاب معجزه است. قرآن کتاب معجزه است. معجزه چه معنا؟ یعنی از اینمی حروف جور شده، الف با تا سا الی یا، ولی در نهایت فصاحت و بلاغت است از نگاه لفظ و معنا. پس اگر شما میگین قرآن کلام الله نیست، بیارین جور کنین مثل ازیره. این کتاب ما می اشارت الی اجاز القرآن الف لام میم، که از اینمی حروف جور شده. الله لا اله الا هو، الله آن ذات است که لا اله نیست معبود بر حق، رب و خالق و رازق، الا هو مگر صرف الله است. الله چه قسم ذات است؟ لا اله الا هو، این تو ذاتی است که هیچ معبودی که عبادت شود، معبود چرا میگه؟ اسم مفعول است. عابد معبود، عبد یعبد، عبدا عابد معبود. مثل حمد حمد گفت، حامد حمد میگه صفت میکنه، محمود صفت شده، معبود عبادت شده. معبود بر حق کسی که عبادتش شود به حق و حقدار عبادت باشد، حقدار بندگی باشد، نیست. لا اله، حقدار عبادت نماز، رکوع، سجده، اطاعت فرمانبرداری از قانونش، حاجت روا، مشکل کشا، روزی دهنده و نعمت دهنده، دفع کننده مصیبت نیست. الا هو مگر صرف الله است. یکم تا میگم لا اله چی معنا؟ هیچ نمیفهمم. هر قدر برش بگویید توجه کنید، در درس که میشینید خوب متوجه باشید. یکم تا ما پرسان میکنم، میگم درس بشیشتی یا چی گفتم؟ میگم باش چردیم بسیار خوب گپا زدی. میگم خوب بگو خیلی چند تاشا بگو. این یک قصه کده باشم، هم قصه یادش هست. خب یا قصه گپ بیرونی زده باشم، باید میگه این تو گفتی. یکم قصه گکا نه؟ اما قصه خوب در ذهن میشینه. نه گپای محوری را گوش کنید که معبود چه معنا؟ لا اله
الا الله یا الا هو چه معنا؟ اینی را بفهمید. الله آن ذاتی است که نیست حقدار عبادت و بندگی بغیر از او. در دنیا یعنی بسیار چیزا را عبادت میکنن. عیسوی ها عیسی را، یهودی ها عزیر را، مشرکین هندوها و میلیونا خدا دارن. هر کس یک چیز عبادت میکنه، ولی غیر از الله و معبودا هستند، ولی ناحق هستند، بر حق نیستند. الحی یک صفتش چیز که غیر از او دیگه معبود نیست. دیگه صفتش چیز الحی همیشه زنده است، لا یموت. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فتوکل على الحي الذي لا يموت. مرگ نمیاد، خواب نمیاد، دوکام نمیاد سرش. ای تو ذات ما شما میاد یکم خسته میشیم، خستگی ماندگی هیچ رخ نمیده. الله میگه آسمان ها و زمین در 6 روز پیدا کردیم و ما مسنا من لغوب، یعنی کدام ماندگی هم به ما رخ نداد. کل یوم و فی شأن، هر روز الله کار میکنه. 360 بار هر انسان یک نظر میکنه، یک حالتش تغییر میده. در روایت میاد صحابه 360 بار، ولی در روز هر انسان، این 1 میلیارد انسان، 7 میلیارد انسان سک چند بار است، ولی هیچ مانده نمیشه، هیچ سرش خوابش نمیگیره. ما شما دیگه یک دقیقه چشم شما پت میشنی. الحی همیشه زنده است، مرگ نمیاد به بالایش. ما و شما هم حیات داریم، نه مثل حیات الله، ما میموریم، قبلا هم نبودیم. القیوم قایم است به بالای هر نفس. قیوم یک معنایش دائم است، باقی است. دیگه ما قایم علی تدبیر شؤون عبادی، با تنظیم کار بنده ها قایم است به بالای هر نفس. افمن هو قایم علی کل نفس، هر انسان، هر حیوان، هر چیز الله به بالایش قایم است، تنظیم میکنه کارش. حیات از مرگ نجات بده، مستقیم مرگش بیا رزق بده، بالای هر چیز الله قایم است، تدبیر میکنه، تنظیم میکنه. نگاهش میتایم و وقتش که پورا شود. قیوم جهان، قیوم زمان الله است. یکم پیرا نام خدا قیوم زمان مانده بود. خب تو استغفر، متصرف که در کائنات غیر از الله دیگه کسی نیست. و اکثر مفسرین میگن، ابن کثیر هم میگه که قد ذکرنا حدیث وارده را میگه آوردیم که اسم اعظم دینی 2 آیت است. الله لا اله الا هو الحی القیوم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. میگه در تفسیر آیت الکرسی گفتیم که اسم اعظم یعنی نام بزرگ الله که به او دعا کنی دعایت قبول میشه. یک شمیست و می خاطر که ما و نمی درود امی استغفار الله الذي لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این حدیث آمده بسیار درجه داره. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه. الله اینا بیان کرد که معبود نیست غیر از الله. آیا عیسی معبود است؟ نه، الله معبود بر حق. شما عیسی را چطور با الله برابر میکنید؟ و یا دیگر الحی، الله همیشه زنده است. عیسی علیه السلام قبلا وجود نداشت، پس آن که آمد مرد. چطور عیسی اله شده میتونه؟ قیوم به بالای هر چیز تدبیرش میکنه. عیسی علیه السلام خود تدبیر کرده نمیتونه، حتی خدا نجات داده نتانست. یهودی ها سرش حمله کرد، کی نجاتش داد؟ الله نجاتش داد. خود یهودی ها میگن شما چطور عیسی را الله میگن یا فرزند الله میگن؟ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کرده الله و بالای تو ای پیامبر کتاب را به حق. یعنی الله ذات است کتاب آسمانی را نازل کرده. آیا عیسی نازل کرده؟ نه، کتاب قرآن به تو نازل کرده ای پیامبر با دلایل بسیار واضح و روشن. بالحق، به حق یعنی با دلایل روشن، یا به صداقت و راستی، دی باطل نه، یا به خاطر اظهار حق. مصدقا لما بین یدیه، مصدقا تصدیق میکند لما امو کتاب های بین یدیه که پیش روی ازی تیر شده، که این تورات است، انجیل است، او را تصدیق میکنه. یعنی اصول ایمانیات دو یک چیز است، اخلاقیات از اون یک چیز است. حتی اصول محرمات، گوشت خنزیر حرام است، نظر غیر الله حرام است، دوام بود دیام است. دیگه موافق است در اکثر موارد از کتاب های سابقه، موافقت داره یا مصدق تایید میکنه اونا را. و انزل التورات و الانجیل، نازل کرده تورات و انجیل را. تورات به موسی علیه السلام نازل شده، انجیل به عیسی علیه السلام، کتاب های کلام بود. من قبل
پیش از قرآن، یعنی همین دو کتاب بزرگه پیش از نزول قرآن الله روان کرد. هدی للناس، هدایت بود از برای انسان ها، یعنی از برای انسان های زمانشان بنی اسرائیل قوم یهود هدایت بود. و انزل الفرقان، الله دیگه کتاب های آسمانی را نازل کردگی است. بعضی می فرقان دیگه کتاب های آسمانی، مثلا صحف ابراهیم و بعد دیگه انبیا که آمده صحیفه ها داده شدگی، یا بعضی که در بین حق و باطل جدایی می آورد. بعضی ها میگه که هدف از فرقان قرآن است، این مکرر کرد به خاطر عظمت قرآن. الله کتاب نازل کرده و انزل فرقان، فرقان نازل کرده که یکی از نامهای دیگه قرآن است. و در سورت فرقان میگه تبارک الذی نزل الفرقان، یکی از نامهای قرآن فرقان است، یعنی در بین حق و باطل جدایی میاره. ما توسط از این میتونیم حقم فرق کنیم از باطل. انسان خوب از انسان بد توسط قرآن میشه که جدایشان کنیم. بعضی معجزات گفتن فرقان، دیگه معجزات نازل کرده. ان الذين كفروا بآیات الله، بدون شک کسایی که انکار کردن با آیات الله و ردش کردن با باطل، انکار کردن رد کردن، لهم عذاب شدید، از برای از اینا عذاب سخت است، سخت عذاب. والله عزیز، الله غالب است، زورآور است به کار خود، هیچ کسی را مغلوب کردن نمیتونه. ذو انتقام، صاحب انتقام است، کسایی که نافرمانیش کنن انتقام میگیره. اگر توبه نکرد وقتش میته، توبه نکرد حتمی انتقام میگیره، ماندنی نیست. یک نفر گفت سر ما ظلم شد، میگه ما گفتم یا منتقم یا منتقم یا منتقم. یک آدم گفت سر ما ظلم کرده یک جای خطرناک، و ما گفتم یا منتقم یا الله یا منتقم، انتقام مبی. من 2000 گفتم، 10,000 گفتم، چند روز گفتم و اینمو ذکر کردم الله را. گفت الله توی یک عذاب سر و آدم آورد، گفت که تمی لغت زده در دانش کشیدندش از اموی داره. گفت سر من بسیار ظلم کرده بود، مرا بسیار عذاب داده بود، مرا بسیار شکنجه داده بود. گفت الله انتقام ما گرفت. الله بعضی را در دنیا جزا میده ولی از آخرت هیچ کس نجات نمیافت. یک وقت در ارتباط آیت یک خاطره خدا براتون بگم. یک نفر آمد مرا گفت که ریشم داشت، گفت که یک تای دیگر آورد، او ریشش کم بود. گفت اسلام از نگاه ساینس تفسیر میکنه، تفسیر ساینسی قرآن. گفت قرآن فهم است ولی ساینسی جا از نگاه ساینس. من گفتم ای تو باشه خوب است، میفهمه قرآن، اول خوب باید قرآن بفهمه که بازایی تو هوایی خودم میشه. گفت میفهمه. گفتم من که کسی را اینجا اجازه میتونم به تفسیر، شرط اولش است که عالم باشه. باز خود ما میشینم که کدام مرضی نباشه، نه فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا، منافق نباشه خرابی کنه. گفت نه. گفتم خیلی بسیار میبخشید، اتاق من بردم شان چایم دادم. گفتم من قرآن تا میکنم، فقط یک آیت به من ترجمه کن خلاص، از این ترجمه تو تفسیرت میفهم چه علم داری. گفت صحیح. قرآن پایین کردم، واز کردم، سورت امی آمد، سورت آل عمران. این میاد. گفتم امی آیت بخوان. خان گفت الله لا اله الا هو الحی القیوم. اونم گرد گفت نزل علیک الکتاب الحق مصدقا لما بین یدیه. دمی آمد که مصدقا لما بین. گفتم چی معنی؟ گفت تصدیق میکنه لما بین یدیه، همون رازهایی که در دو دستای انسان هست. رازی که در دستای ما، ید خود دستم میگه داره، همین دو دستی که ما داریم کدام رازی که در ید، همین را تفسیر میکنه. گفتم راز. گفتم چی راز از دی؟ گفتم نه تو بی عقلی بودی. گفتم نه، گفته که لما بین یدی نفسکم. می تو خو نگفتن دو دستای نفستان، یدی هی. گفتم ضمیر هی راجع به سوی چی است؟ ضمیر هی راجع به سوی کتاب است. گفتم این بین یدی به معنی که پیشروی از این تیر شده، تورات انجیل است. گفتم تو میگی رازای دست. گفتم راز دست در کدام کتاب بیان شده که تصدیقش کنه؟ یک دفعه رنگی سفید گشت. گفتم تو بسیار نافهم آدم بودی. باز گفت خب میم باز. من گفتم بیا باز گپ میزنیم. گفتم اول قرآن یاد بگی، باز از ساینسش گپ دی. باز رفتم اون تو دیگه. ما چون که اوچی پلان داشت خواهد هر جای میاین دیگه. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. بدون شک
الله متعال ذات است لا یخفی علیه، پنهان نمیشه به شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیز در زمین و آسمان. نه این صفت علمشه. الله ایت علم داره که هیچ چیز از این پنهان نمیشه. آیا عیسی ایت علم داشت؟ اونا گفتن نه، سر عیسی رد کرد. خب عیسی علیه السلام یا موسی هر کسی که است لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا، پنهان نمیشود از علمش امر من الامور، هیچ چیزی نه در زمین نه در آسمان مگر الله دو اطلاع داره. لا تخفی علیه خافیه، هیچ چیز پنهان شده نمیتونه، نه در زمین نه در آسمان نه در زیر زمین، هیچ چیز از الله پنهان شده نمیتونه. و در سورة نمل می فرماید که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، غیب تمام کسای در آسمان و زمین از غیر از الله نمیفهمه. عیسی علیه السلام علم داره و خودشان اقرار کردن که نه. پس چطور شما عیسی را اله میگین یا فرزندش میگین؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. اینجا کل صفات الله، خاص الله آن ذات است یصورکم که صورت و شکل میته شما را، فی الارحام در رحم مادرایتان، کیف یشاء چگونه که بخواهد الله، لا اله الا هو العزیز الحکیم نیست حقدار عبادت و بندگی مگر الله است، العزیز که غالب است، الحکیم در هر کارش حکمت است. حال دیگه صفت الله را بیان میکند که خاص الله هو الذی، نگاه گرامر روی معنای اختصاص میته، زیرا مبتدا و خبر معرفه است. خاص الله آن ذات است که دیگه کس نه یصورکم صورت میته، پیدایتان میکنه در رحم مادرایتان مؤنث مذکر، و دیگه شکل میته، شکل خوب شکل خراب. یکم تو رو ببین چشمایش تنگ و چه رنگ سیاه و نی، شکل خراب داره خوشت نمیاد، ایره کی میکنه؟ الله میکنه. یا این نفر دیگر ببینی چشمای کلام بینی بلند و رنگ سفید و قد خوبش قواره بسیار زیبا، ایره کی میکنه؟ ایره الله میکنه. اینا لو کسی که زیبا نگویا که تکبر، یکم تا زیبایی خود تکبر میکنه، حالی را خودت پیدا نکردی، این کمال خودت نیست، کلام میگردم نه سر دیگران ناز میکنم من مقبول هستم. تو مقبول هستی، مقبولی را خودت پیدا کردی؟ نه، الله برات داده. سر دیگران باز رشخان میزنه کسایی که نیست، او را هم الله پیدا کنه. سر ازبا به خاطر قوارش رشخان زدی، اعتراض سر الله میکنه، این خطرناک است. یا بد میبریش می قواره از خوشم نمیاد، چشمای از این طوره نه، استغفر الله. یک دیدی که از خودت که یک چیز پایین بود بگو که الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاه به و فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. هم به او ذات که من عافیت داد از این مرضی که را گرفتار کرد و با بسیاری مخلوقات برتری داد مرا، بهتری داد مرا. اینا ما و شما رنگ و چهره به اختیار ما نیست. یصورو کیست؟ یصور مصور کیست؟ الله. الله شکل میده. اگه یک طور میگیم قواری ازی بدم میاد، خود سر الله انتقاد کنی نکن. ما که دوست داریم یک دیگر هم اساس چی باشه؟ تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، متقی ترینتان. به اساس تقوا یک دیگر باید دوست داشته باشه. اگر چهره خراب داره او با الله ارتباط داره. نگویم که یا زبانش هم به اختیارش نیست، صورت نیست، زبان هم نیست. یکم تو میگن بینیش که پچق بود گمش کن، نه؟ همین بینی پچق که بس ایره خو الله پیدا میکن. چشمایش تنگ بود، این کار الله. سر الله انتقاد نکن. عملش ببین، عقیدهش خراب است، باز اونو مهم است. عملش خراب است، چه کنم که چشمایش اینه قباشه، بینیش خوب بلند، قوارش خوب کتا ولی اون کافرام هستن. چقدر زیبا چشما سوس، رنگام سفید، میام زرد، خوب قوی ولی کافر. چه کنیمش ما؟ عقیدهش خراب، عملش هم جنسگرا، لواطتکار، نه؟ زناکار، عیاش. چه کنیم مورا؟ اینا ما شما همی صورت شکلی که زبان به اختیار ما نیست. دیگه منطقه از این سمت و جنوب شمال فلان جا فلان جا، اینه این هم به اختیار ما نیست. الله ما را در مجا پیدا کن. حالا این در افغانستان اینه می حسابه. هر قدر تعریف کن تو آدم هست، این تو صحیح جایشه بگو با من، میگه باز من میفهمم. همین جایشه که گفتی او گمش کنه، چندان جایی نبوده. در این جای هم تو آدم یافت میشه. اینی بسیار خطرناک.
این مرض یهود بود، ما شما خواندیم نه در سورت بقره. یهودی ها چرا به رسول الله ایمان ناوردن؟ گفتی از بنی اسرائیل نیست، اولاد یعقوب نیست. گفتی بنی اسماعیل اولاد اسماعیل است. واقعا که اگر نه اسماعیل کاکای یعقوب فرزند اسحاق اسماعیل برادرها بودن. بدر کلانشان پدرشان باز ابراهیم علیه السلام. یعقوب هم از ابراهیم بود، اسماعیل هم، ولی گفتن نه از او باشه از این نباشه. پیامبر والله به می خاطر قبول نکردن و کافر ابدی شدن، بدترین روی زمین شدن. تعصب به پا قلباً باید نفرت داشته باشه. به این خاطر فیصله کردن در دلت یکم دفعه تیر شد امیر عملا رد کن، یکم کارهای عملی انسان بکنه. کارهای عملی تو میشه که مخالف زبان خدا، مخالف لسان خدا، مخالف سمت خدا، که تش به اساس تقوا ایمان باشه، که تش خویشاوندی کنه. این نمیگه او تو از بین میره، اینی سخت است خویشاوندی. یکم جا میری در قریه ولسوالی چند قریه است، خواستگاری میری، نه ما غیر از به خودیستیم، میگم ما غیر از به خود به دیگه کس نمیتیم. چرا؟ ما به غیرت نیستیم دیگه. چه غیرت هایی دیگه افغانستان غیرت ها، جایی که غیرت هست هیچ مشوار مرده، جایی که غیرت هست نیست اونجا باید غیرت میگه. ما غیرت داریم، مایی داریم. خودش مولوی، کاش که مولوی ها رو دیدیم این مرض در اونا هست. مولوی اکثر مولوی ها و بزرگ ها همین کار میکن دیگه. الله ما شما را نجات بده. یصورکم صورت میته شما را الله فی الارحام، در رحم مادرها. در می رحم که طفل کلان شده میره، الله میگه این کار ما است. الله میگه کار ما. کیف یشاء، چی گونه که بخواد، چیزی که الله خواهد، زیبا، خراب، کجا، مقبول، غیر مقبول، دختر، بچه، این کار الله. دختر است، بچه است. لا اله الا هو، لا اله نیست رب و معبود مگر غیر است الله، مگر الله است. در وحدانیتش، در الوهیتش واحد است. العزیز، غالب در پادشاهی خود، هیچ کس مغلوبش کرده نمیتواند. در کائنات حکیم است در کارهای خود. پس اینجا رد شد به بالای دعوای الوهیت عیسی که او مصور نیست، بلکه الله عیسی را صورت داد در رحم مادرش، غیب نمیفهمه و او بنده بود مثل باقی بنده ها. او بنده بود، او اله نمیشه.